نامه از یک مادر محترمه است. انشاءالله до آخر میخونیم، وقتم رسیده است. السلام علیکم دامولا جان، من مادر 3 فرزند در شهر مسکو 6 سال با شوهرم زندگی دارم. در زندگی مرا بسیار دشنامهای قبیح میکند، حتی مرا چنان لط و کوب میکند سر و رویم سیاه میشود. فقط دشنامی میکردگیش در دهان آچت فلان کنم میگوید. به هر یک کار مرا خانه حرام قسم میدهد، میگویم گناهگار میشوی، میگوید من گناهگار شوم. در این ماه مبارک قهر کرده است، با من گپ نمیزند. دامولا جان، هر روز آبی دیده میریزم، فقط این درد دلم را در بالای جای نماز با خدا میگویم. آخر 20 سال شد زندگی امان را خواب. التماسش میکنم رو زند گیر، میگوید تو با صغیره هایت در بد من زدید. دامولا جان، از حیات سیر شدم، به خاطر الله زندگیم حلال باشد یا حرام. خواهش میکنم این مکتوب مرا در بین مردم خوانه تا اینکه عبرت دیگران شود. من میدانم که هستند و مثل من مادرانی که با چنین عذاب گرفتارند. بگویید با این خیل شوهری از خدا بخبر چیکار کنم؟ به خاطر فرزندهایم طاقت دارم. دامولا جان، در حق این شوهری به ایمان من دعا کنه تا اینکه خداوند هدایتش کند. خداوند شما را در حفظ امانش نگه دارد. آمین یا رب العالمین. سلامت باشید مادر محترمه. اکنون ببینید که بعضی از مادرها و بعضی از زنهای مسلمان در چه حالت قرار دارند. بعضی از شوهرهای ظالم، بعضی از شوهرهایی که به قدر نعمتهای خدا نمیرسند. این مادر را ببینید که یک درسی بزرگ برای ما داد. گفت فقط درد دل ما به خدا میگم، فقط در بالای جای نماز با آب دیده درد دل ما به خدا میگم. این هم باید برای ما درس باشه که ما درد دل به خدا داشته باشیم، در پیش هر کس شکایت نکنیم. برای اون برادر یا اینکه اون شخصیتی که یعنی که چنین ظلم داره در حق این بنده خدا، این مادر محترمه، من فقط 2 حدیث میخوانم و حوالش به خدا میکنیم. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم تن که خیرکم لاهله و انا خیرکم لاهلی. تن بهترین شما همون شخصیتی هست که به اهلش بهتر است، به اهلش خوش مناسبت است، خوش معامله است، رفتار خوب داره. من که بهترین شما هستم، به اهلم خوش معامله و بهتر هستم. پیغمبر بزرگوار یعنی بهترین بنده خدا همون شخصیتی است که به اهل و بیتش مناسبت و معامله خوب داره، ظالم نیست، جبر نداره. و شخصیت از پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم پرسیدن که ما حق زوجتی احدنا علیه، گفتن حقی همسرها یعنی زنها یک کدام ما در بالای ما چی هست؟ آیا زن در بالای مرد چی حق داره؟ پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم گفتن که ان تطعمها اذا طعمت و تکسوها اذا اکتسیت او اکتسبت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا فی بیتی. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم که حقی زن در بالای شما همین است که هر وقتا که طعام میخوره باید او را طعام بخورانه. نفقه اهل بیت، نفقه زن و فرزند در بالای شوهر واجب است. این امر خدا هست. زن باید مرد یعنی نفقه چی خوردنش باشه، چی پوشیدنش باشه، چی نفقه همخوابگیش باشه باید تأمین کنه. این واجب است. هر وقت طعام میخوری گفتن جناب پیغمبر طعام بخورانه. هر وقت برای خودت لباس میگیری باید به همسرت هم لباس بگیری و یا لباس پوشانی. ولا تضرب الوجه، باید که در چهره زن نزنی. چی نوعی که این مادر محترمه گفته است که از جانب این ظالم سر به روی من سیاه میشوه. وقتی که زن ازدی او هم زدنی بیرحمانه و زدنی ظالمانه نباشه، زدنی برای ادب باشه، برای سیاست باشه. در چهرهش نزنی جناب پیغمبرتان. ولا تقبح، باید که گپی قبیح سخنی دغل براش نگوی.
این اولی که یعنی نعوذ بالله در دهان دشنام کردن، اکثر از فقها گفتن دشنامی در دهان کفر است. از گردن بالا کسی بگه نعوذ بالله در دهانت فلان کنم، در چشمت، در بینید، در گوشت، اینها را اکثر از فقها کفر گفتن. انسان کافر میشه نعوذ بالله. چی بدبختی هست در صورتی که پدر و مادری و زن بطور پدر و مادرت میشود. خسر و خوشتامن پدر و مادر ابدی هستند. یک انسان از زنش اگر بندگی کنه خوشتامنش گرفته نمیتونه، وای حکم مادرش داره. ولا تهجر الا فی بیتی. این نوجوان مردی که قهری کرد، نخون مرد به زن خودش قهری باشه، این شخصیتی که قهری کرده، جناب پیامبر گفتن که باید از زنها تو جداگی نکنی، قهری نبستی، مگر همون حالت و مدتی که کسل زنانه می شود. همون هم جداگیه که جاگه جدا نه، و اون نزدیکی نکه، همخوابگی نکه، علاقه جنسی نکه، در کنارش باش، در برش باش، در آغوشت بگیرش. زن شخصیتی که همش پسی سر کرده است، تو را اختیار کردگی است، از پدر او گردانده، از مادر او گردانده است، به این حیاتی پر از رنج مشقتی تو تسلیم شده است. 20 سال شد میگه من رنج عذاب کشیده ایستادم. چی بدبختی هست. برادری عزیز بزرگوار، خواهری من شما را، اپای من شما را چنین کنند، چی حالت به بالامون میاد؟ شخصیتی که امروز زن از ظلم میکنی، میزنی، جبرش میکنی، اگر خواهر تا چنین کنند چقدر سختت میرسه؟ همون خواهر یک شخصیت است، همون اپا یک شخصیت است، همون فرزند یک شخصیت است. من روزای گذشته گفتم این مردم دخترهاشو در کوچه نماندن که یعنی به شما را بتیان که یک بی صاحب مانده است. این مردم این خسر و خوشتامن ما را باور میکنن که همچون فرزند قبول میکنن، دخترهاش نه همچون امانت میتین. حتی روایت از پیغمبر بزرگوار گفتن اینها امانت های خدا هستند در شما. ای مادر محترمه، ان شاء الله از خدا امید دارم که بزودی از جبر و ظلم این شوهر ظالمت خلاص میشه. ان شاء الله از خدا امید، خدا ابتدا اولش که هدایت کنه، بعد از اون اگر قابل هدایت نباشه خدا سرشتش کنه تیسر از جبر و ظلم این خلاص شوی. ان شاء الله اگرچه امروز در دنیا از این شوهرهای ظالم رنج و ستم بینه شما خواهرهای محترمه، ان شاء الله در جنت راحت و استراحت میکنه. ان شاء الله این شوهرها، این ظالم ها در نزد خداوند جواب سختی داره. اتقوا دعوت المظلوم فانه مستجابه. جناب پیغمبر میگه از دعای مظلوم چقدر بترسه که دعای مظلوم به درگاه خداوند اجابت میشه، قبول میشه. حذر کن ز آهی درونهای ریش که آه جهان به هم برزند. از آهی دل شکسته ها حذر کن، میگه که آهی اونها دنیا را چپه میکنه. رب العالمین میگه و بعزتی و جلالی یا مظلوم لانصرنک ولو بعد حین. قسم به عزت و جلالم ای مظلوم، بعد از یک مدت، اگر چی بعد از دنیا هم باشه، ترا در تار سر این ظالم غالب میگردونم، نصرت پیروزت میگردونم. چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمی سوزد، اگر سوزد شب سوزد شب دیگر نمی سوزد. برادر عزیز بزرگوار، کدومت اگر در این حالت ظلم و جبر، چی در زن تو باشه، چی در فرزندات تو باشه، یا اینکه چی در دادرها تو باشه، بعضی برادرها میان از اکاهاشو شکایت میکنن، از این میگه حضرت اکم آورده است بسیار جبر میکنه، بسیار ظلم میکنه. از خدا بترسی از ظلم کردن. رب العالمین در حدیث قدسی میگه انی حرمت ظلم علی نفسی و جعلته بینکم محرما فلا تظالموا. میگه من ظلم کاری به نفسی خودم حرام گرداندم. ببین خداوند یگان کسی ما را ظلم نکرده است و در بین شما هم ظلم کردن حرام است. خداوند میگه به هم دیگر ظلم نکنی، به هم دیگر ظلم نداشته باشی.